صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. اسکندر مقدونی سرگرم غلبه‌ها بلندی‌های آسمانگیر هندوکش را پیموده با پهناهای باختر و سغد می‌نگریست و گمان می‌کرد که مطیع کردن این کشورها نیز چون ولایت‌های قلمرو هخامنشی برایش مشکلی ندارد و چند نگذشته آرزوی دیرینه‌اش سازمان دادن امپرای یگانه جهانی جامعه عمل می‌کشد. ولی او سخت اشتباه کرده بود. اسکندر از آغاز لشکرکشی به مرزهای باختر و سغد برخلاف انتظارش با مقاومت شدید مردم این سرزمین دچار آمده در تسخیر این دو ولایت نظر به تمام ولایت‌های ضبط کرده قلمرو هخامنشی رنج و زحمت زیاد کشید. گرچند والی سابق باختر بس خود را به جای دارای سه شاهنشاه اعلان کرده لقب خشیارشاه را گرفته باشد هم بر ضد اسکندر مقدونی یگان مقاومت جدی کرده نتوانست و موافق معلومات مورخان یونانی هنگامی که لشکر سرشمار اسکندر دریای آمو را در فاصله 400 استادی که تقریباً 70 کیلومتر می باشد با تلفات زیاد و عذاب و مشقت عبور می کردند، از جانب بس یگان مقابلیت ندیدند. حال آنکه بس در اختیارش 7000 جنگاور سواره باختری و هزارها سربازان باقی مانده لشکر دارای سه و قبیله های دایی را داشت. شاید برای چنین ترسویی و درست تشکیل کردن نتوانستن مقاومت اعتبار او کاهید و دیر نگذشته همسفانش بس را دستگیر نموده به اسکندر سپردند و از همان لحظه سر کرده مبارزه های شدید قهرمان خلق تاجیک سپیتامن بهر آزادی و استقلال کشور بالا گرفت. مبارزه سپیتامن برای استقلال و آزادی یکی از درخشانترین صحیفه های تاریخ گذشته تاجیکان به شمار می رود. تا جایی که علم تاریخ دست داده است، تلاش های واقعی استقلال خواهی و وطن پرستی باشعورانه تاجیکان از دوره اصطلاح اسکندر مقدونی چون یک روند متشکلانه سیاسی و اجتماعی آغاز یافته در تاریخنامه‌های واقعه‌نگاران عهد اسکندر و دوره‌های من بعد خیلی روشن ثبت شده است. ده‌ها مورخان عهد قدیم آریان، کوینت کورسیروف، دیادور، پامپی تروگ، کالیسفن و دیگران سپیتامن را چون یک رقیب توانای اسکندر مقدونی و لشکرکش زیرک و باهنر به قلم داده صفت‌های نجیب وطن دوستی و افضلیت او را از آخرین شاهان هخامنشی ذکر نمودند. غلبه‌های بزرگ عادتاً از پی خطرهای بزرگ به دست می‌آیند. سپیتامن با دشمنی بس و توانای و مکار لشکرکش بی همتا و شکست ناپذیر اسکندر مقدونی تحت فرماندهی سرلشکران فارس بارها جنگیده شاهد شکست شرمنده‌وار آنها گردیده باشد هم این قضیه مانع مبارزه های شدید او بهر استقلال علیه لشکر سرشمار یونان و مقدونی شده نتوانست. موافق خبر کوینت کورسیروف 7000 جنگاور سواره باختری و سغدی تحت فرماندهی سپیتامن قرار داشتند که در قیاس لشکر جنگ آزموده پیاده و سواره و وزنین یراق اسکندر قریب 30 برابر کم بود. سپیتامن جنگاور کسبی و لشکرکش نبرد آزموده بوده مبارزه های آزادی خواهانه نخستین خود را بر ضد دشمن هنگام اثر قدرت رفتن بس آغاز نمود. او مکتب جنگی پارس ها را گذشته برد و باخت آنها را در قیاس عملیات های حربی و نظام لشکرکشی یونانیان خوب آموخته بود. اسکندر بعد قتل بس نوتاق را اشغال می نماید و از اهالی محلی اسب زیادی را بوده سوی پایتخت سغد شهر مراقند یعنی سمرقند لشکر میکشد. او شهر مراقند را اشغال نموده با شتاب سوی کروشکده یا کیراپول رهسپار میگردد.
ҳадафи асосии лашкаркашӣ бо шитоб он буд ки Кирополро ҳар чӣ зудтар забт намуда сари роҳи ба кӯмак омадани сакоиҳои соҳили муқобили Яксарт ё ин ки Сирдарёро бибанданд. илова бар ин, шоҳроҳи корвонгардро ба даст оварда воридшавии силоҳҳои ҷангӣ ва лавозимоти ҳарбиро пешгирӣ намоянд. лашкари Искандар дар сари роҳи Киропол ба муқовимати шадиди мардуми маҳаллӣ дучор меояд ва муборизаҳои истиқлолхоҳии ниёгонимо бар зидди аҷнабиёни Юнону Мақдунӣ боло мегирад. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.